سلام به همه بچه های چنل. امروز قراره با پوکو بریم تو برار بتر کن. خدا رحم کنم، نوتیس هم دارن ولی میبریم. اوکی بریم اینجا جا نمیری برادر. مرسی. یکی مشتی دریافت کنید از ما. چی کنیم؟ ببین همینجا عالیه. یه سوپر مشتی تموم. مرسی. اینجا تمومه. وقت رو تلف نوردش کن. سله داری 2 ساعت بچرخ با تو. سری گلو بزن نشه بعدی رو بریم. یکی کوردلیوس از این ور داره میاد. حواست جمع باشه. وای سوپر رو نزدم. وای گله رو خوردیم احتمال. وای کنجی جون گن زدی برادر. اینجا توپه رو باید میزدی بره. حیف شد بریم آقا بریم. دفاع کن داینا. امزو بگیر. یه سوپر 2 نفره هیل کنیم. البته دمیج شدن به جا هیرو ولی اوکی. او داینای ما پاتیشی شده. قصد داری کاری انجام بدی برادر؟ ریوالدو دوش برو تو دمیج. خواست الان ازت من میگی هیلت میکنم تمومه. اینم کشتم. گلت تموم. تمیز بازی کردیم مثلا. کاپشم ببرم بالا هایپرم میخرم براش. درد سرمون کمتره. بازم کنجی دارم. دست پیش درست کنجی نداشتم. ما کنجی داشتیم. حواسمون رو جمع کنیم. بیا یه هیل من بدم به تو. اونقدر نرو جلو. شدید آها تمیز. کلا چه قشنگ اینجا. سوپر بزن من یه دمیج بخورم. اینجا برو سر وقت چکتون. مرسی. ما دمیج میکنیم. بیبی هم هیل میشه و تمام. بریم توپه رو بیاریم. خب آقا اون چه خبره؟ ببینید در دیوارا رو بیار پایین آقا. من تا بخوام از اینجا عبور انجام بدم. وای وای یا خدا. از اینجایی که اینجا میترسم. بزنه میمیری. بخ میشی رسما شلی گرفتی. آجی من اصلا حواسم نبود. من کی مردم؟ چجت بدم برو کمک. اومدم آقا. بابا مرسی بیبی. مرسی. اینجا اینو بزن. کمی دمیج. اینا رو بزن. بنازم. چاکم زدیم. بعد آقا این جوجه هاش از کجا میان؟ بریم کمک جوجه هاشو داغون کنیم. مرسی شلی. این سوپرت به درد میخوره تو. این سوپر تمیز. یه دونه شوت تموم. بالاخره یه گل زدیم. خوب دفاع میکنن ولی دست کم نگیریم. بیا از اون طرف میاد. همش ملت کار می نماید. میگه رو من هایبر نباید بزنیم. بزن به درک. همه شری میاد حالتون رو می نماید. باش حالا در باید با این سری اون تیر پرد کنه قبل پر میشد. بعد نزدی اختیم. بعد این چرا اینجا؟ بیبی چرا اونجا؟ وای بیبی عربه. خودش کن عرب مرب. نزیدم تو چه عربه خود.
کوچه خودتون بازی کنید. اینجا چیکار میکنید؟ چه کوچه‌ایه؟ ریدی تو بازی ما رو باش. اینجا هایپرتو نگه می‌داشتی الان یه حرکتی میتونستی بزنی. نوبه بچه عرب مرب دیدید دیستاک برید رو مخش. عرب نداریم که این دستو خوشبختانه حریف بول داره. حواسمون باید جمع باشه. شلی ما بوله رو اوکی میکنه درسته. اینجا ها رو شکل بکنم فقط. شلی مرسی شلی برادر. من از اینجا اینا رو ببرم هدایتشون کنم تو گوری. خب حاجی من نمیتونم زیاد تا اونجا برم. رنجش بیشتره یه جورایی. فلان که سوپر مشتی داغون کننده که به دردم نمیخورد زد. شلی جان وارد عمل میشه و تمومه دیگه. گلم تریکشاتی رو اصلا قراره بزنیم. بزن برادر بزن. بلش کن. الان کار دست او بادی سوپرم با یه تیر دیگه پره. فقط به کی بزنم اون تیره رو؟ خوردی؟ نخوردی نه. یه سوپر 30 نفره بود. حاجی برو سر وقتم. بزن گلم برادر. خیلی خوب بازی کردم انصافا قبولش دارم. تمیز بود. 6 تا کیل داره لعنتی پشما. 6 تا کیل از کجا آوردی رو؟ دیگه 50 کنم همین چند زیره رو بزنم بچه. خدا رحم کنه چکم دیگه بریم 700 اینا. 1000ش هم شاید رفتیم مثلا. 1000ش رو بعدا میریم. خب هر چیز خطرناکی نداره. احتمالا شلی هم همون شلی دست پیش است. از اسمش معلوم. دقت کنید از اینجا کی داره میاد. گرجت خوبی زدم انصافا. شلی هم هیل شد دادم. آفرین همینجوری بریم بزنم من. وای اوه سوپرم نرفته. یه لحظه باک خوردم تقریبا. سوپر رو اینجوری زدم نرفت. مرسی شدی. هیلت بودیم. حاجی شدی و دمیج. حاجی و غمش نرو تو دهنی که برو. وایستا من یه تیر دیگه بزنم. سوپر بکنم هیلت کنم که هیل مردیم بس. وای اینو بزن. همون سلام. من میرم تو بینی. وایستا جا داری میری. سه دمیج خورد شدیم. بیزد داره بیزد. حتما بیزد. اینجا ها رو یکمی داشته باشیم. به سوپر گرجت هم بزن. اینو بکش گلم بزن. یه دونه فقط یکم بریم این طرف رو داشته باشیم. مرسی. من بدم مثلا یه وای بابا چرا نمیتونم بشوتم. تمام یارم اوکی همشون خوبه. یار خوب میندازه چی بنازم. خب دست آخرم به افتخار همه شما بچه های که دارید این ویدیو رو میبینید میریم. فقط من بیشتر با استار پاور دمیجیش بازی میکنن که مثلا سوپر هم یک کاربردی به جز هیل دادن داشته باشه دیگه. و خوشبختانه لگم هستی. باش سری بزن گلو حداقل برادر. لگ میافتی مثلا من حوصله پلی دادن هم ندارم. ما ایرانی ها اصلا چقدر مگه میتونیم بدشانس باشیم. برادر مقاومت نکن بیزی سری بیاد گلمون بزنیم. برادر چی کار داری میکنی؟ بیا دروازه اونها بزن گلو. چی کار داری؟ چه عجب. دیسلایکت برای چی مشتی؟ لگ نبودیم دیسلایک عالیت میکردیم. حیف شد. حالا کلکسیون ویدیو کاملتر میشه دیگه. یه مچم لگ شد همه چی هستش دیگه. بردیم باخت فکر نکنم داشته باشیم. اگه داشتیم تو کامنت ها بگید.
بکنم همه رو بردیم. یه دستم که الان لک خورد. حریف تیکش بکنم لولش 7. خیلی لول تیکش پایینه. عرب هم هست و ما لگ نیستیم. چرا؟ لگ است.